طبق صفحه 96 مبحث 13 اعلام شده که فاز توی پریزها باید به سمت راست ترمینال پریز باشه. خب برای این تست شما میتونید از چند تا روش استفاده کنید. یکی اینه که با استفاده از دستگاه مولتی فانکشن و یکی اینه که راحت با فازمتر شما بیاین تست بکنید و ببینید که فاز سمت راست پس شده یا نه. خب اینجا ما دستگاه کیوریتسو مدل 6010 بیو داریم. شما سلکتور کلید سلکتوریتون رو روی هر کدوم از این تستایی که برای برداری هست قرار بدید. علامت LO و بیو دارید. چون من هنوز دستگاه رو به برق وصل نکردم داره برای من LO رو نمایش میده و من دو شاخه‌مو به پریز که وصل بکنم، اگر جای فاز سمت راست باشه و نول و ارت وصل باشه، این دو تا چراغ سبز که حالا P و E و P و N برای من روشن میشه. اگر من دو شاخه رو برعکس بزنم یا اینکه نول سمت راست باشه و فاز سمت چپ پریز باشه، اینجا به من این هشدار میده که شما باید جای فاز و نول رو عوض بکنید. که اگر من الان جای فاز و نول رو عوض بکنم، اینجا اوکی رو به من میده و ولتاژ بین فاز و هادی حفاظتی یا ارتو هم به من میده. خب ببینید سوالی که پیش میاد اینه که ما از کجا بفهمیم خود دو شاخه کدام طرف سمت راست دو شاخه است. ببینید چند نوع دو شاخه وجود داره. این دو شاخه که دو شاخه‌ای که در کل سیمشون از پایین میاد، شما دو شاخه رو به این صورت توی پریز بزنید اوکی هستش. اینم الان همونه، فقط حالا رنگ مشکیه و این پلاتین بالا هم داره. خب دو شاخه های این مدلی که سیم از وسط دو شاخه اومده بیرون، شما اگر این پلاتین بزرگتر رو در نظر بگیرید، سمت راستش در واقع میشه هادی فاز شما، یعنی با فاز به این وجه. یا اینکه نه، شما میتونید یه پریز رو باز بکنید که حالا من تو ادامه بهتون میگم و از این طریق بیاین تستش بکنید. خب ببینید برای اینکه شما مطمئن بشید، باز حالا اونا که استاندارد هست، بازم من برای اطمینان ببین الان من پریزم درست وصل شده و سمت راست فازمتر من داره روشن شد. من دو شاخه‌مو طبق همون چیزی که بهتون گفتم این قسمت رو بالا باشه و توی این پریز میزنم. ببینید همونجور که مشخصه الان سیستم داره در واقع درست کار میکنه و هادی فاز سمت راسته و دو شاخه منم به درستی توی پریز قرار گرفته. ما اومدیم الان اینجا برای خودمون، برای اینکه دیگه اشتباه نکنیم، علامت پی گذاشتیم، یعنی به معنی فاز. ولی شما اینو که بالا بزنید اوکی هستش. خب پس نتیجه گیری ما اینجوری شد که اگر ما تست قطبیت رو باید حتما انجام بدیم و هادی فاز سمت راست باشه که توی دستگاه کیوریتسو اگر هادی پی به ای و پی به ان دو تا چراغ سبز بود، نشون دهنده اوکی بودنشه. روش دیگه اینه که من بیام پریز رو باز بکنم و با استفاده از فازمتر چک بکنم ببینم فاز سمت راست هست یا نه. شما این تست رو باید برای کلیه پریزهای هر فیدر بزنید و آخر کار توی تست شیتتون در واقع اون رو ثبت بکنید. خب ببینید توی هر فیدر با توجه به چک لیستتون باید بیان آخر کار که تست قطبیت رو زدید اینجا تیکش هم بزنید که اوکی باشه. خب ببینید به دو دلیل باید فاز سمت راست پریز باشه. یکی این که بعضی از تجهیزات دو شاخه اونها یه فیوز داره که سمت راست دو شاخه در واقع قرار داره. دلیل دیگه هم اینه که شما توی پروژهتون برای یکسان شدن کار و یک دست شدن کار اینه که فازها همه سمت راست باشن. خب دوستان پیج برق‌تیوب رو لطفاً دنبال کنید. من توی کلیپ‌های آینده تمامی تست‌ها رو براتون تشریح می‌کنم.